زیباترین دعایی است که من دیدم. پروردگارا به حق عزتت یاری من کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدهیم. پروردگارا به حق عزتت آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران کرده اند. آمین. پروردگارا به حق عزتت کودکانی را که شبها با کارتون و کودکانی را که شبها در کارتون میخوابند، هر دو را در پناه لطف خودت قرار بده. پروردگارا به حق عزتت یاری من کن، به فکرمان منطق، به قلبمان آرامش، به روحمان پاکی، به وجودمان آزادی، به دستهایمان قدرت، به پاهایمان راستی، به گوشهایمان تشخیص، به چشمهایمان زلالی، به زبانمان حقیقت، به سینهمان وسعت، به ارزیابیمان انصاف، به زندگیمان عشق، به عشقمان تعهد و به تعهدمان صداقت عطا بفرما.